درهای اوبلیویون به تعبیر موریان زناس به راحتی پیدا نمیشن و ما قبل از اینکه بخوایم یکی رو پیدا بکنیم که کلیدش رو هم داشته باشیم گزینه‌های زیادی رو آزمون و خطا کردیم. اعضای سیجیک اوردر در آرتیو مکانی دارن که بهش غار رویا میگن، جایی که گفته میشه میتونی به قلمرو ددراها بری و دوباره برگردی، اما با وجود درخواست‌های متعدد اجازه استفاده از اون به ما داده نشد. سالاروس رهبر این فرقه به ما گفت که این مکان برای امنیت همه مهرموم شده. ما امید داشتیم از مکانی به اسم ویرانه‌های نبرد به منظور دسترسی به اوبلیویون استفاده کنیم. هنوز دروازه ویر پابرجا بود، هرچند که میدان آزمایش جادوگران قدیمی امپراتوری شده بود. در زمان جاکاراس اینجا به یه ویرانه تبدیل شد. متاسفانه پس از جستجوی فراوان در بین زباله‌ها و خرابه‌ها مجبور شدیم این نتیجه رو بگیریم که با تخریب اون تمام دسترسی ها به قلمروهای ماورایی از جمله کایرن سول، سایه خوف و چاه هرج و مرج قطع شده. کسی که این کارو کرده احتمالاً نیت خوبی داشته ولی جستجوی ما رو ناکام گذاشت. خواننده ممکنه درباره دروازه های دیگه چیزهای شنیده باشه. بهتون اطمینان میدم که ما تلاش کردیم همه اونها رو پیدا بکنیم. برخی از اونها صرفاً افسانه‌ان یا به هر حال بر اساس اطلاعات باقی مانده قابل ردیابی نیستند. در متون کهن به اوبیس ماروخ، آینه گورینگتون، کراکاس مانتلا، چهار راه، دهان، معمای یک فرمول شیمیایی به نام یاقوت و خورشید در حال طلوع و بسیاری مکانها و اشیای دیگه که گفته میشه دروازه هستن اشاره شده، اما ما نتونستیم اونا رو پیدا کنیم. برخی وجود دارن اما نمیتونیم به طور ایمن وارد اونا بشیم. از طرفی دیگه طوفان‌های به نام ملستورم اوبال به راحتی میتونستن کشتی ها رو نابود کنن و شاید یه پورتال به اوبلیویون هم بودن، ولی از طرفی هم خطر مرگ وجود داشت. عقل هم میگفت که انجام این کار احمقانه است، چون وقتی این طوفان گردابی شکل بگیره 1000 فوت به پایین پرت میشدیم و حتی ریسک این کار هم ممکن نبود. و از طرفی وجود اجساد قربانیان ناشی از سقوط این نظریه ما رو تایید میکرد. ولی با این حال بعضی ها به نظر میرسید که قبل برخورد به صخره ناپدید شدن. اسلوت ها هم نظری نداشتن که چرا بعضی مردن و بعضی ناپدید شدن. پس ما کلا این روش رو بیخیال شدیم. رسیدن به اوبلیویون اینطوریه که باید از مکان فعلی خودمون ناپدید بشیم و در اوبلیویون ظاهر بشیم که ساده ترین تئوری و در عین حال پیچیده ترین و گنگ ترین راه همینه. در طول تاریخ جادوگرای زیادی وجود داشتن که به نظر میرسه به اراضی ماورای دنیای خودشون سفر کردن. بیشترشون مردن ولی ما موفق شدیم یکی از اینها رو پیدا بکنیم. توی برجی تو خلیج زفیر بل زندگی میکرد. پیر شده بود و شخصیت گوشه‌گیری داشت. اسمش دیوایت فیر بود. اولش مردد بود که راز در مخفی اوبلیویون رو با زناس در میون بذاره، ولی خوشبختانه استاد من زناس دانشش در حدی بود که فیر رو متحیر کرد و راه رسیدن به دروازه رو یادش داد. روش رسیدن رو نمیتونم اینجا توی این کتاب فاش کنم، چون به زناس و فیر گل دادم و نمیخوام خیانت کنم. حتی اگر میتونستم هم نمیگفتم، چون اگه یه دانش خطرناک تو دنیا باشه همین دانش. فیر به ما گفت که جادوگری به اسم تالوانی تونسته پورتال های زیادی رو به دنیاهای مختلف باز کنه و خودش هم خیلی وقته که ناپدید شده و احتمالاً تا الان مرده. تعداد نقاطی که ما میتونستیم با توجه به توانایی و امکانات خودمون امنیت پورتالش رو بسنجیم محدود بود، ولی خوشبختانه یکی از اینها برای ما مناسب بود. راه رسیدن به پورتال رو به ما گفت و در آخر موریان زناس این دنیا رو ترک کرد و اکتشافش رو آغاز کرد. من در کتابخونه موندم تا اطلاعات اون رو ثبت و رونویسی کنم و اون رو در هر تحقیقی که نیاز داشت کمک کنم.